درود، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. خیلی خوش اومدید به پریفان میوزیک، چنل خودتون خوبان. امیدوارم که هرچی که هستید خوب و خوش و خرم باشید. آمین. حالتون چطوره؟ امیدوارم که هر لحظه‌تون شیرین و چی باشه به جز شیرین؟ خوشمزه و نمکی باشه. بله، ما برگشتیم با یک موزیک بسیار زیبا. امیدوارم که لذت ببرید. تا ثانیه آخر با ما همراه باشید. لایک ویدیو رو بزنید، چنل رو سابسکرایب کنید. خداحافظ. بریم سراغ یک موزیک بسیار جذاب که ویدیو داره و یاد یکی از اساتید موسیقی تاجیکستان اینجوری که مشخصه زنده کردند و احتمالاً بازخوانی باشه. بریم و همراه شیم و کیفشو ببریم. چه قشنگ ماشینه. قدیمی کلکسیونیه. چی از این بهتر؟ این دوتا میخوام بخونن. ماشاءالله. قشنگ معلومه آهنگ قدیمی و نوستالژیکی بوده که خیلی آره اون بانوی اول نگین جان بودن فکر کنم، مدینه هم هست، یعنی اسامی فکر کنم از هنرمندان بزرگ مثل اون ویدیویی که از نگین جان دیدیم همه عزیزان حضور داشتن. اینا اومدن کوچولوها رو حمایت کنن چون نوجوانن. صداشون هم قشنگه. آره یعنی خب چون بچه‌ن هنوز آدم توقعی نداره ولی قشنگ. حمایتی شمس و قمر رخسار تابان به نظر آمد. شمس و قمر رخسار جانم به این آهنگ با ای زلفی کجر انبر رخسار مهی انور ای لعلی لبت گوهر مومان به نظر آمد. ای زلفی کجر انبر رخسار مهی چقدر لعل لبت رو قشنگ تلفظ میکنن. زیبا. اصلا چه شعر ثقیلیه، یعنی سنگین و قشنگه. بله. و خیلی خوب دارن اجراش میکنن. چقدر ویدیوش خوش حس و حاله. خیلی قشنگه که هنرمندای بزرگ حمایت میکنن. آره در چه تصاویر خوبی از دوشنبه زیبا برداشته شده و یعنی کارگردانی تمام تلاش کرده که خود تاجیکستان رو هم به نمایش بذاره. در کنارش چقدر جالبه مثلا ارتباط انقدر نزدیک میشه بگیری با هنرمندان خیلی شهیر، مشهور، معروف کشور و قشنگ همدیگه رو حمایت میکنن. احساس میکنم یکی از قشنگیایی که تو الان توی فرهنگ تاجیکستان کاملا جا افتاده هست اینه که انگار همه خانواده هم با هم، خیلی همه خوبن با هم. این قشنگه، نشون میدن، یعنی ما کاملا میگیریم این حس رو. میشه کی؟ مدینه جون. هر دارای موسم بلبل که منم بلبل ای باغ چنار را گریزوان به نظر آمد. قشنگ شعر، خیلی شعرش قویه، فوق‌العاده است شعر. بعد اینی که یه نوجوان بتونه با یه همچین شعری ارتباط برقرار کنه که بتونه اجراش کنه، نشون میده که از کودکی، از فرزندی، فرزند که هم هست، از بچگی و کودکی تمرین داشتن باش خانواده. چقدر خوبه، چقدر قشنگه.
خواهر باید باشن ولی شباهت ندارن به هم. چرا؟ نمیدونم همیشه هم اینجوریه. عایشه اول هم اسمشون رو نوشت، حالا دوباره آخر می نویسه. اینجا تاجیکیشو نوشته برام. هر دوره‌مون بلبل را که منم بلبل ای باغ چنارا گریزوان به نظر آمد تو دردی مرا درمان در کوی تو من نالان مختوم کلی گفت ای جان جانان به نظر آمد. لباساشون خیلی قشنگه. ای زلفی کجر انور رخسار مهی انور ای لعلی لبت گوهر اومان. دوست جون پریسا جون هم اینجاست که دوستشون بانو دارم. خجسته، خوش صدا، خوش خیلی حنجره و دوستشون دارم. دوست داشتنی. عشق عشق. انور رخسار مهی انور ای لعلی لبت گوهر اومان به نظر آمد. ای زلفی کجر انور رخسار مهی انور ای لعلی لبت گوهر اومان به نظر آمد. دوبان به نظر آمد ریزبان به نظر آمد ایمان به نظر آمد اصلان به نظر آمد اومان به نظر آمد توبان به نظر آمد. هزار ماشاءالله. واوا بسیار زیبا. خیلی حال کردم. انگار یه فیلم خوب دیدم. کی بود؟ کی بود؟ عایشه و آلیزی. درست میخونم اسمشو؟ جانان به نظر آمد. موزیک آدیو سولوشن پرودوسر. میخوام ببینم که شعر مقدوم کلی، یعنی مقدوم قلی شاید اینجوری. نگینا مدینه خجسته، سابرینای مبارز، جهانگیر، طاهر، همه خواننده‌های مشهور تاجیکستان داخلش بودن. حمایت‌هاشون قشنگه. ناتاشا ایوانووا از روسیه، احتمالاً اون بانوی رقص میرقصید اینجوری. خیلی قشنگ. یه دست بزنیم برای دوتا گل دخترمون که بسیار اسمشون سخت بود بچه‌ها. آره، آلیزی و آیشا که همون آیشه است احتمالاً، یعنی همون باشه. آره انقدر سخت باشه آیشه رو. خیلی حال خوب گرفتیم. فوق‌العاده بود آهنگه. بسیار زیبا بود و هیچی قشنگتر از این حمایت نیست بین دوستانی که تازه اومدن توی این عرصه و هنره رو انقدر قشنگ حمایت میکنن. حتما آموزش میدن، نکات ریز خوانندگی، موسیقی، بالا پایین ها کردن نوت و صدا و این خیلی جالب میشه. یعنی در آینده کشور تاجیکستان یکی از قطب‌های موسیقی، کمی الانش هم هست، ولی توی این آسیای مرکزی و حتی آسیا میتونه یکی از گنده ترین ها و قطبا باشه. که میکنم تاجیکستان مردمش خیلی راحت زندگی میکنن از نظر درونی. آره یه آرامش خوبی دارن تو زندگیشون، خیلی صاف و ساده است که ضامنش خیلی اتفاقات و چیزهای مختلفی بوده که توی این سالها تجربهش کردن و با همدیگه درستش کردن. خیلی کشور یک دستی به نظر میرسه. دمتون گرم. قربون شکل ماهتون برم. ماچ به کله هاتون تا یه موزیک دیگه. خدا نگهدار. امید.